افرادی که انرژی مثبت دارن اغلب افراد مهربان و با عاطفه‌ای هستند. به زمین و زمان مهربانی میکنند، خوشدلند، قصه دارن اما اون رو قصه نمی کنن تا خلق مردم تنگ بشه. اغلب افرادی خوشخلقن، دنبال نقاط مثبت هستند، در برابر ناملایمات زندگی خم به ابرو نمیارن. این افراد در بلند مدت به یک نیرویی دست پیدا می کنند که از همه لحاظ مورد قبول اطرافیان خودشون هستند و به قول روانشناسان کاریزما دارند. کاریزما باشید، پر از انرژی مثبت و به قول حضرت حافظ در عین تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را.